الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا از خداوند عز و جل دعا میکنم که این همه قدم هایی که به خاطر ادای نماز قدم رنجه فرموده اید، پروردگار اون اجر و پاداش و حسنات را در نامه اعمال ما و شما کتابت بفرماید. و خدای عزیز و کریم در این دهه اخیر رمضان و این شبهای قدر گناهان ما و شما را بیامرزد و توبه های نصوح های پاک کننده از گناه نصیب روزی ما بگرداند. آمین و یا رب العالمین. دوستان عزیز، چگونه ای که اگر نفری که با تقوا باشد، پرهیزگار باشد، ترس خدا در دلش باشد، اون عملی پاکدامنی را در خودش کسب کند، انسان خدا ترس همین خیلی هست. نفری که بسیار انسان پاکدامن، نفری که به همه خیرخواه است، عبادت زیاد دارد، 5 وقت نمازش با جماعت هست، همه ما و شما اون نفر را چی میگیم؟ انسانی با تقوا. حالا که انسانی با تقوا را خداوند عز و جل در قرآن قصه میکند و میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هدی للمتقین. خدای عزیز و کریم در سوره بقره میگوید که هدایت یافت متقیان، کسانی که از خدا ترسیدند. هدایت یافت کسانی که تقوا را برای خود پیشه کردند، در سطح اول با تقوا بودند. در سوره حجرات هم خداوند عز و جل میفرماید: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در نزد پروردگار شخصی با کرم، شخصی با فضیلت که هست؟ با تقوا هست. نگفت که انسانی که علم داشته باشد یا اینکه مبلغ داشته باشد یا که در جسم یعنی با قوت باشد. نه، البته خداوند چی گفت؟ در نزد من شخصی با کرم، شخصی که یعنی او فضیلت بلند دارد، با تقوا هست، پرهیزگار هست. اما در آیت قرآن الان قرائت کردیم و گفتیم که خداوند میفرماید هدی للمتقین. الله رب العزت هدایت کرد متقیان را. متقیان کی هست؟ در دوام آیت باز صفت متقیان را خداوند بیان میسازد و میگوید که الذین یؤمنون بالغیب. متقی کسی هست که به الله و به غیب الله ایمان دارد. 1400 زیادتر 46-47 سال پیش خداوند عز و جل قرآن را به پیغمبر نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل گردانید و خبر داد که یعنی در پیش قیامت هست. پیغمبر نازنین به همه اصحابش قیامت را وصف کرد که قیامت چگونه است و سختی قیامت چگونه هست. موضوع قیامت از آیات‌های قرآن و از احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما معلومات زیادی داریم، اما قیامت حالا هیچ کی ما شما ندیدیم و اون صحابه ها هم ندیدن. حالا قیامت در آینده هست، میشود، حقیقت دارد و ایمان داریم و یکی از رکنهای ایمان ما ایمانی که بعد از مردن زنده شدن هست، قیامت هست. خدای عزیز و کریم برای ما و شما بعضی غیبی ها را بیان کرد که فلان جنت هست و دوزخ هست و قیامت هست. حالا چشم ما و شما ندید، اما گوش ما شنید و ایمان آوردیم. این را ایمانی بر غیب میگوید. متقی کسی هست که به غیب الهی چیزی ایمان دارد، باور دارد، نه اینکه به گفته های جادوگرها و ساحرین. کسی که به جادوگر باور میکند، به ساحر و کسی که علم غیب را کدام بنده باشد خبر کند،
از اون باید ما باور نکنیم. فقط و فقط علم غیب را پروردگار میداند. این است متقی. متقی کسی هست که ایمانی بر غیب دارد و یقیمون الصلاة و برپا می‌دارد نمازش را. حالا کسی که نماز میخواند اون هم انسانی متقی هست، خدا ترس هست، اگرچه ریاکار نباشد. هفته گذشته در موضوع ریا گفتیم که ریا عملهای انسان را چیکار میکند؟ نیست و نابود میکند در یک لحظه. اما انسانی که به خاطر الله نماز خواند، البته او اجر و پاداش زیاد گرفت و متقی حساب می شود. حالا من در وصف متقیش به شما معلومات داده استادم. متقی کسی را میگوید که ایمان بر غیب به الله دارد و نماز میخواند و در دوام آیت خداوند عزوجل میگوید که و مما رزقناهم ينفقون، و از آن چیزی که رزق روزیش داده به فقیر و کمبغل و بیچاره و گرسنه نفقه میدهند. هر کسی که دست خیر دارد اون هم متقی هست. هر کسی که رحم دل هست و از آن چیزی که خداوند با او مبلغ داده است، مال داده است، به کمبغل و فقیر و بیوزن و بیچاره دست کمک دراز میکند و به اونها خیر و احسان میکند، البته چی هست؟ متقی هست. خداوند عزوجل هم در سوره مؤمنون میفرماید قد افلح المؤمنون، نجات یافتن مؤمن ها. کدام مؤمن ها؟ حالا الحمدلله همه ما شما مؤمن هستیم. خداوند عزوجل میگه که نجات یافتن مؤمن ها. کدام مؤمن ها؟ همون مؤمن هایی که الذين هم فی صلاتهم خاشعون، در نمازهاشون ترس خدا دارند، فکر دنیا نمیکنند. وقتی که الله اکبر نیت کردن، البته با خدای خود چیراز نیاز میکنند، با خشوع و تضرع عبادت پروردگار میکنند. حالا الحمدلله این ماه مبارک رمضان برای ما شما یک فرصت زیبایی هست که فردا هم شب قدر هست، شب 27 ماه مبارک رمضان شب قدر هست. در اکثر روایت ها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شب 27 رو شب قدر میگه. اگرچه روزهای تا 21 و 23 25 می آید، اما بسیارتر اشاره پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم شب 27 هست که ما این شب رو از دست ندهیم. از در این موضوع هم کمی صحبت میکنیم. خداوند عزوجل فرمود که قد افلح المؤمنون، نجات یافتن مؤمن ها. کدام مؤمن ها؟ یعنی تقوادار ها. کدام؟ در نمازاشون خشوع دارن، ترس پروردگار دارن. باز در دوام والذین هم للزکات فاعلون، اونها از مالی که مالشان به نصاب میرسد، مال اونها به حساب زکات میرود، زکات خود را میدهند به فقیر و مسکین و بیچاره و کمبغل. هر کسی که زکات میدهد و هر کسی خیر میکند، خداوند او را چی گفته است؟ هم نجات یافته است و هم متقی است. حالا نفری که از این عملها محروم هست، خودش نه دستی خیر دارد، نه احسان میکند و نه در نمازش خشوع هست، حق دیگران را حکم کردن ندارد که آیا اون متقی هست یا نه. متقی کسی هست که اون خود دست خیر دارد و با نماز هست، نماز خود با خشوع و تضرع میخواند. چنانه که یعنی گفتیم که کسی متقی هست، پرهیزگار هست، اون نفری هست که ایمانی بر غیب دارد و نماز میگذارد، نماز میخواند و از چیزی که خداوند به او خیر و احسان کرده است با دیگرها هم کمی هم باشد نفقه میدهد. حالا اگر امروز خداوند 1000 سامان برای تو داد، از جایی که رزق روزی داد گمان نبردی که از کجا آمد، اما از همون 10 سامانش اگر از 1000 سام 10 سامان ما اگر خیر کنیم، خیلی خیر همون مبلغ ما برکت دارد. زیرا در روز قیامت تقوای ما و شما خیلی ما و شما را از عذاب جهنم، از سختی دوزخ نجات میدهد. فردا شب قدر هست. خداوند عزوجل این شب را از دست ندهید، حتما این شب را عبادت کنید، زیرا
رسول اکرم پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم میفرماید من قام لیله، کسی که شب قدر را شب زنده داری میکند و شبهای رمضان شب زنده داری میکند، البته گناه ما تقدم من ذنب، گناهان گذشته او چی عفو بخشش میشود. یک ساله گناهی که ما از ما و شما صادر شد به سبب این شب قدر خداوند عزوجل گناهان ما را میبخشد. حالا که در قرآن هم خداوند عزوجل میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از 1000 ماه بهتر هست. خیر گفت، خداوند خیر را اشاره کرد، یعنی برکت هست، خیر هست. حالا که میدونه که مکافات و اجر و پاداشی که رمضان را ما برپا می‌داریم الله ذوالجلال خودش برای ما و شما نصیب می‌گرداند. و هر کسی این شب را شب زنده داری میکند، یک شب هست، شب 27 اکثر حدیث ها شب 27 را اشاره میکند، اما دیگر روزهای طاقش هم میتونیم که ما شب قدر را دریابیم. همین شب قدر را اگر شب زنده داری کردیم، علما میگن که 84 سال اون نفر نزد پروردگار عبادت کرده است. خداوند عزوجل ما و شما را با شب قدر، با این روزهای خوب و این عملهای نیکی را الله مهربان برای ما و شما نصیب روزی بگرداند و خداوند عزوجل اون ثواب ختم کلام را اولا در نامه اعمال ما و شما کتابت بفرماید و گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند. سنت هست که هر کسی که در ماه مبارک رمضان ختم قرآن میکنه، تلاوت قرآن میکنه، هر رمضان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی قرآن را ختم میکرده. خداوند عزوجل همه ما و شما را توفیق بندگی و ایمان کامل نصیب روزی بگرداند و خدای عزیز و کریم این همه عملهای صالح ما و شما را و این ختم کلام را از ما و شما قبول بگرداند و الله مهربان اجر و پاداش را در نامه اعمال ما و شما کتابت بفرماید. و صلی الله علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.